شام بخیر عزیزان. قسمت دومی قورمه سبزی و قبلا ما درباره از کجا چی رو خریدن گفتیم و حالا میخوام نکات مهم رو یادداشت کنم که پختن این طعام تقریبا 6-7 ساعت وقت میگیرد. برای همین باید شما از پیشکی این رو بدونید و آگاه باشید و خوب شروع میکنیم. همه کبوتی ها رو شسته تازه کرده خیلی که میبینید از همه به مقداری برابر ما گرفتیم و همه اونها رو شسته تر و تازه کرده خوب میده میکنیم. میده کردنش همون مثل کبوتی های خودمون میده میکنیم و در یک شاهکاسه کلان میگیریم و بعدا با دیگی خالی بی روغن در آتش میانه کبوتی ها رو تفت میدهیم و تا زمانی که پورا آبی کبوتی خشک شود و همزمان در دیگی دیگر گوشت و پیاز رو بریان میکنیم، یعنی این کارها رو برابر میکنیم. سراول زعفران رو دم کرده میگذاریم و بعد اونی که زعفران رو دم کردیم همه کبوتی ها رو به دیگ میاندازیم و تا زمانی که پورا آبش خشک شود آن رو تفت میدهیم و پورا باید رنگ کبوتی تغییر مییابد و در روند کار خودتان میبینید که اون چگونه حجمش حتی 3-4 مرتبه کمتر میشود و آب میکشاید و بعدا پورا خشک میشود. حتی یک قطره آب باید نماند، پورا آبش خشک شود. در دیگی دیگر باشد نیم پیاله روغن میریزیم با اون 2 دانه پیاز میاندازیم و پیاز رو تا ملایم شدنش تفت میدهیم و همزمان دیگی دیگر رو هم فراموش نمیکنیم و خیلی که میبینید آب شده ایستاده از کبوتی ها و خوب تفت میدهیم تا گروه میکنیم. با پیاز ها نیم قاشقچه زردچوبه میاندازیم، خوب آمیخته میکنیم و گوشت ها رو ایلوه میکنیم. این طعام برای 4 نفر که تیار می شود من قریب 700-800 گرم گوشت گرفتم و مقدار عموما گوشتش وابسته به خواهش شخص است و یک استخوان هم انداختم و علاقه خیلی که میبینید کبوتی ها پورا آب شدن و آهسته آبش پورا خشک شد. ببینید تماما آب ندارد دیگر و اکنون نیم پیاله روغن می اندازیم و خوب 10 دقیقه تفت میدهیم تا پورا رنگش تغییر یافته و همزمان گوشت و پیاز ما علاقه خوب پخته شدن. در آتش پست اینها رو ما نگاه داشتیم و اکنون کبوتی ها رو با اون ایلوه میکنیم و همگی 2-3 دقیقه دیگر یکجا آمیخته کرده تفت میدهیم و بعدا با اون 5 پیمانه آب ایلوه میکنیم و خوب آمیخته کرده لوبی ها رو میاندازیم. لوبی رو من یک پیاله یک پیمانه گرفتم. همه رو خوب آمیخته میکنیم و نمک میاندازیم وابسته به خواهش و سرپوش دیگ رو پوشانیده در آتش پست 4 ساعت دم میپرتاییم. بعد 3 ساعتش لیموی خشک رو سوراخ میکنیم با چنگک و اون رو به دیگ میاندازیم و یک قاشق شنبلیله اگر نداشته باشید به اون هم می شود. باز دیگ رو سرپوشش رو میپوشیم نیم ساعت بجوشد. بعد نیم ساعت با اون آب خوره ایلوه میکنیم 2 قاشق غذاخوری و 2 قاشق دیگر زعفران دم کرده. همه رو آمیخته میکنیم و باز نیم ساعت دیگر در آتش پست میگذاریم که بجوشد. بعد 4 ساعت طعام ما آماده شده است و اینجا من برنج تیار کردم. کمی زیرشک رو هم در مسکه تفت داده بودم و اینجا کمی زعفران و مسکه میگیرم. این برای آرایش برنج. حاضر من اول برنج رو آرایش میدهم، آرایش هم ندهید میشود و بعدا قورمه سبزی رو در لعله دیگر میکشم.
ҳарчанд ки пухтанаш вақти хеле зиёд гирифт, вале бовар кунед хеле бомаза омад ва ҳамаи он мондагиҳое ки дар рафти кор буд бо хӯрдани ин таоми хушмаза мисли ки аз байн рафт. ҳоло ҳам ман ним соати дигар агар онро дар оташ нигоҳ медоштам мешуд, вале аз сабабе ки аллакай вақти зиёд рафт ва ман аҳли хонавода ҳама мунтазири ин таом буданд, ман аллакай таомро кашидам. барои ҳамин шумо агар хоҳед боз камтари дигар ним соати дигар нигоҳ доред беҳтар аст. нӯши ҷон.